چه بستر و آب پادت کو به حمام رفت و در نهاد لباسی مرسن شرین گوری کو و بارگاه رفت در شب به عشا و عش نوشا پرداخت هر قصه مدت 20 شب و روز امیر ارسلان ما شهر سپاه به سری برد. روز به روز چه رنج و خستگی 6 ماهه صدمه آزار آی بدنا چه در نهاد با حسن و جمال آیگه افزایش بید قوت بدن قدرت بازوی بجا روز 20 در بارگاه نشته بیتگه که آصف وزیر چه دراچه داخل بید در برابر تخت ملک اقبال شاه و امیر ارسلان تعظیمی کد عرضی کو قربان بمن در این 20 روز به اقبال بیزوال 100,000 کشون عفریت جن و گول و لاکیس و دیو و پری سان دیدتگو تمام حاضرم و دن شهرها اردو برپا کده دیگه چه هیچ بابت معطلی نداری آماده باشم. امیر ارسلان خوشحال بید و گوشتی وزیر مرحبا به تو که سر وعده 20 روز ما را راه دورده و به ملک اقبال شاه گوشت قربان بفرمای مرکب بیارم برویم اردو تماشا کنیم. اقبال شاه مرکب لوٹائیں اسب طلبتی گو امیر ارسلان گو جمع چه امیران سوار بیتن چه شهرها چه درنا رفتن. امیر ارسلان اردوی با شکوین دیتی بند چادر به بند چادر گفتگتن و هر طایفه به سبک و به شیوه وطیگا گم فرماندهان وطیگا قرار گرفتگتن. امیر ارسلان تحسین کو تعریف کو و آصف وزیر را اردو تماشا کتن به شهر ترتن. صبح روز دیگه آصف وزیر ساعت معین کو نوکن ساعت شرین و سعدین ساعت نیکن ساعت امیر ارسلان و ملک اقبال شاه و امیران و آصف وزیر چه شهر در نهادگان و داخل بارگاه بیتن و به عیش نوشا پرداخت آصف وزیر و امیر ارسلان و گوشت در این سفر باید شمس وزیر همراه شما ببیته. امیر ارسلان به اقبال شاه عرض کد. اقبال شاه گوشت باز سره تخت پیل حاضر کد. شمس وزیر در میان تخت جای داد و اقبال شاه شهر سپاه گو ملک پیروز چوکا وتی زخمداره که بیتگه و یک چه امیران سپردی 3 شب و 3 روز در اردو به سر برد. روز سیمی تبل حرکت به نوازش درد سپاه کوچ کد و امیر ارسلان سوار مرکب باد پیمای پریزادی بید و گرک آهن و پولاد بید و ملک اقبال شاه و آصف وزیر تخت شمس وزیر هم با گردن ژنده پیل کو پیکری بستگته به جلو کشان کد و سپاه هم گون سالار و فرماندهان و تیگان هر طایفه با آراستگی و تمام راه رفتند تا نزدیک روچی روگا به چمن خوش آب و هوایی رسیدند. خیمه حموده برپا کو سرپای کو به استراحت مشغول بودند. با حکم آصف وزیر منادی در میدان اردو ندای کد وای به جان کسی که بعد چه ای در اردو نام امیر ارسلان کسی بوشی. منادی چادر به چادر ندای داد سپارش کو هر طایفه که تمام به قتل برسینه هر طایفه که بی تمام به قتل اگه برسینه هر قصه شب در صبح به سر بود. روز دیگه باز لشکر حرکت کو و به همه طریق تی منازل کت مراحل کو تا 6 منزل چه شهر سپاه دور بیدن. امیر ارسلان چه آصف وزیر جست کو به سر منزل پولازره چند روز راه هستیم. آصف وزیر گوشت تا شهر سپاه تا بیابان زهرگیا 12 روز راه هستیم. 6 روز مات کردن 6 روز دیگه
منطقه به مکان پولازره برسید. امیر ارسلان گوشت لشکر دهمده توقف بگی و پولازره نامه بنویس و بگند و آیی چه جواب دنده. آصف وزیر عرض کو به چشم. قلم به دست دیگه و نوشتی اول نامه به نام خدا، دوم به نام سلیمان بن داود علیه السلام، سوم چه من که ملک اقبال شاه سلطان مملکت سپاه هستم به نزد تو ای آهریمن واژگون کردار 2 سال قبل چه ای در شهر لال جنکی با وتی چوک واسطه سیرم کد در شب زفاف سیر شپا وتی من نام تو سواگرات اردو اوشنه و پارسی اوتن شب زفاف تو ات که وتی من نام سیره اینی اولی شب من چوک زخمی جاتو جنک برد و در این 1 سال هرچی لوٹتون در صده انتقام بیام آصف وزیر به من کد صبر کن شاید چه کرده و تیگ پشیمان بوه جنکا بیاره بده ما هم قبول کد هرچی منتظر بیته این دختر نیاورد هنی آگاه بوه و 100,000 لشکر گول هرچی منتظر بیته لشکر گول و جن و دی و پری حرکتون داده در 6 منزلی دشت زهرگیا منشتم که اگر برسگا نامه دست چه جنکا چست بگن آیا به دست ای کاسر که چه سرداران منی هستین داده من لشکر ترینو گونتو کاری ندارم اگر خلاف امر بکنه آماده ببه که خاک در کاسه سراتیگا من خراب کنم و السلام. آصف وزیر نامه مهر کت و اقبال شاه یکی چه سرکردگان و سرگردان لشکرگان دیوی گوشتی که این نامه ببر به دست پولازره دیوی بده جواب بگرو بیار اگر چطور جست کو که اقبال شاه تحریک کده که گومن جنگ کنته بگو من نزانم مبادا چیز زبان پیروز بکنه که بنی آدم همراه ما هستی. امیر ارسلان رومیا گوشت افریتی عرض کو که بچش نامه گپ چه بارگاه در نارد و چند چه افریتان به طرف دشت زهرگیا روان بیتن بعد چه برگاه نامه امیر ارسلان اقبال شاه آصف وزیر بهش مشغول بیتن منتظر جواب نامه ماندن چند کلمه چه الجیا گوش بدار رفتن تا به مکان پولازره رستن پولازره خبر داد که چه طرف ملک اقبال شاه الجی یاد که این نامه رسونه که قاصد یاد که الجی قاصده باشن پولازره تعجب کد گوشتی بارگاه آرایش بده پولازره تعجب کد و گوشتی بارگاه آرایش بده چه الجی استقبال بکنی الجی داخل بارگاه بی در برابر پولازره تعظیم کو جای نشان داد و نشت مای به مجلس آورد پولازره گوشت چه مطلبی داره گوشت طرف ملک اقبال شاه پادشاه دشت سپاه نامه آورده بود نامه چوکتو به دست پولازره داد پولازره نامه وان چه مضمون آن نامه آگاه بید دود ناخوش چای دماغا چه 15 درد و دماغا چه گوشی دود چه زو من دلا گوشتی مگا اقبال شاه گنوک بیتا با کدام زهره و جرأت چوشین نامه منی واسه لکتری ساعت فکری کو بعد چایی سری چسکو گوشتی پهلوان یک خبری چطور جست کن راست بگوش الجیا گوشت جست بکن جست کو پولازره گوه مگه تازه کسی در شهر سپاه پیدا بیته که اقبال شاه به جنگ من تحریک کته و اقبال شاه به پشتگرمی آیگا نامه به من نوشته یا آکه وقت گنوکی بیته اپریتا گوشت بست کن حرام زاده مگه اقبال شاه چطور باکی داری که این نوع خبر بیهوده تو کنه نه کسی پیدا بیته که آیه چه تحریک بکن و نه گنوک بیته
تو هم جواب نامه آیگه هر طور سلا زانه بده. چه کار گویی کاران داره. خلاصه ایلچی به درشتی که هبریکو گوشتی چیزی ابرازی نکد. پولا زره خشمگین بود. نامه درد و گوشتی برو اقبال شاه بگشت. یکین چه زندگی تو سیر بیدگه. بختی سره ترته که پادان وط و سلاک لوگات که دشمنگا. تکثیر منی هستین که ترا با حال وطما رها کتا که ای طور گستاخ بیتگه. جواب جنگ هستین. خوش ببی و تا هم بیا امتحانی بکن. الجی چه بارگاه رب به طرف اردو روان بید. پولا زره گوش لشکر جمع کد. سوان دید 60,000 افرید آراسته آماده کد. حاضر لیکن الجی که رب تا به اردو اقبال شاه رسه گزارشانی بیان کد. رنگ چه صورت ملک اقبال شاه اسب وزیر پرد. امیر ارسلان کندت گوشتی پرچیه چه اشکنگا چند کلام لاپ بیجا که برید حرام زادگا جتا ای طور وطار شما باکته. روچ میدان به شما انشالله ما پیش دارم. آسف وزیر گوشت جوان که ما زانه شما نزانه. امیر ارسلان گوشت حالا کار چایی هبران گوسته هستیم. بفرمای سپاه حرکت بده. آسف وزیر حکم رحیل داد. حرکت داد. لشکر چو دریا به موج دریا درد کن. منزل په منزل تا روز ششم وقت ظهر در برابر اردو پولازره رستن. خیمه برپا کتند و هر یک جا به جای وقت آرام گرفتن و شب رسید. هر یک ما اردو پولازره زره صدای طبل جنگ و پلکای مینا و تمنا طبل جنگ زده. امیر ارسلان گوشت جواب بده. چه دو لشکر آواز دول به سپر شیابنوس رسید. آواز مبارزان دو لشکر در مهم سازی جنگ روچ بعد بیتن. پاسی که چه شپا گوست پولازره دو اپریت وتی دیم دا گوشتی بروی دو نفر چه کسان اقبال شاه بیاری. چه اپریت در نا رفتن دو نفر چه کسان اقبال شاه گفتن تو به خدمت پولازره آوردن. دوی اپریتان تعظیم کتو پولازره زیاد نوازش کتو گوشتی یک خبری چه شما جز کنم به روح ابلیس قسم اگر راست بوشه شما را سر کرده 1000 اپریت کنم. اپریتان گوشت چه ما بزانیم ما گوشیم. گوشتی راست بوشه اقبال شاه به چه جورتی خاطر جنگ به جنگ مات کرد. گوشت ما که نزانیم. پولازره گوشت ما اشکتا در ای اوقات پسر بنی آدمی یاد که بوشه نام آیه کن چه کاره هستی و چه کدیگه پیش اقبال شاه هستی. دو اپریتان گو مدت 1 سالی هستی. گوشنت ملک اقبال شاه جوان بنی آدمی چه خطه هندوستان آورتگی نام آیه پیروز تاجرزاده هستی. پولازره گوشت حالا که پسر کجا هستیم. گوشته که در شهر سپاهیم در خدمت ملک پیروز هستیم. گوشتی همراه ملک اقبال شاه در اردو نه. دوی اپریتان گوشت خیر در شهر سپاه. پولازره گوشت تازگی دیگه بنی آدمی آورتگه یا نه. گوشت خیر گرچه یک بنی آدم پیروز نام که در شهر سپاه هستیم ما دیگه بنی آدم ندیده. پولازره هرچی اصرار کد دوی اپریتان قسم هوا تا که پولازره حرامزاده خاطر جمع بید. اپریتانی مرخصی کدن. به خدمت ملک اقبال شاه رفتن که پید تمام عرض کو اقبال شاه مورد تصمیم قرار دادن. پس شاه روی امیر ارسلان کت و گوشتی جوان حالا چه تصمیم داره ما را به مقابل ای حرامزاده آورده. یقین ما زانیم تو بی زحمه زمردنگاری نتونه و پولازره روبرو ببه. ترا با خدا داغا وطیگا به دل ما میل بیا در همیش شپا ترا بدان یک اپریتی که به رومه ببارتن به تخت سلطنت بنن کارا می وطیگا با ما واگذار بکن. امیر ارسلان کنده تو گوشتی
واجه شما همیشه ده همده بچاری گوش دارتیم باز تا این شپی گوتی من آن که 1 ساعت گیش مگه این هم واجه نزدیک 16 دکتیم 2 16 که بین 32 ای پنجمی قسمتیم سب کن اگه همه 10 حساب بکنه 50 دکتیم 6 و 7 بله 3 و 4 و شان جمع کنه 1 ساعت روب 1 ساعت 20 دکت برزه سلامت باته واجه الله میاره من که شفا بوابسی شما که صبح نماز پش کپی حق و بالش و نماز مگردن سلامت باتی یہ وجہ نزدیک 16 اما نزدیک 17 دقیقه نه 16 دقیقه وجہ 45 ثانیه 45 نه 45 نه 35 من گوشی چرایی ری نه 35 یا 25 نه او 40 سلامت به همه تو بگر 17 دقیقه سلامت باتی 17 دقیقه 15 ثانیه کمه 15 ثانیه چیز کنیم اول اشیاء ما بند کنیم سلامت باتی الله میاره